شرکت آیرس مسئول نگهبان راههای دوشنبه خوجند چنوق نیمه اول روز 12 مارت خبر داد که بعد تقریبا یک شبانه روز بسته بودن راه، حرکت نقلیات از سمت خوجند به سوی دوشنبه شروع شد و به زودی حرکت ماشین به هر دو سمت اجازه داده می شود. رانندگان برای همدیگر فهمی عرض سپاس نموده با عرض احترام خواهشمندیم تا هنگام حرکت احترام همدیگر را به جا آورند، نوشته است این شرکت در اطلاعیه‌اش. حرکت وسایل نقلیات در راه دوشنبه خوجند چنوق از 8 مارت به این طرف اینک چند دفعه باز مسدود کرده می شود. بار آخر صبح 11 مارت حرکت نقلیات را توسط این یگانه شورای بین شمال و مرکز تاجیکستان منع کردند که در کیلومتر 80 راه یک ترمه بزرگ با 5 متر بلندی و 48 متر پهنایی فرو ریخت. در دوام روز در این راه باز چند ترمه دیگر فرو ریخته است و شرکت آیرس گفت تا زمان تازه کردن این ترمه ها روی نقلیات توسط این شورا ناممکن می شود. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که در دوام یک شبانه روز گذشته در کشور 8 حالت فرو ریختن ترمه ها ثبت شده است. از این شمار 6 ترمه‌اش در دوشنبه خوجند چنوق فرو ریخته است. از جمله روز 11 مارت در کیلومتر 64، 65 و 66 راه دوشنبه ورزو و کیلومترهای 80، 154 و 165 راه دوشنبه عینی، همچنین در کیلومتر 8 راه خوروغ اشکاشم و کیلومتر 622 راه خوروغ مرغاب ترمه فرآمده باعث منع حرکت نقلیات در این راه شده است. کمیته گفت بر اثر این آفت‌های طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است و راه خوروغ اشکاشم ملکه باز کرده شده. کارها برای از نو گشودن راه خوروغ مرغاب ادامه دارد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت نجات بخشانش در این روزهایی که خطر ترمه و سنگریزی زیاد شده است در راه‌های اساسی کوهستانی کشور، راه‌های دوشنبه خوجند و راه‌های دوشنبه ونج نوبتداری شبانه روزی تشکیل کردند.